خب دوستان عزیز، قبل از اینکه ویدیو شروع شه یه نکته رو بگم. صدام یکم بد داخل ویدیو رکورد شد و دیگه ویدیوی بعدی فیکس میشه احتمالا. فعلا برید ببینید ویدیو رو هم تا آخر ببینید، بعد اگه خواستید این بیس رو بسازید. خب خیلی خوش اومدید به اولین ویدیوی من از بازی وستلند سوروایول یا همون سرزمین وحشی بقا. به عنوان اولین ویدیو میخوام یه آموزشی رو بدم که به درد همه میخوره و خیلی مهم هستش. آموزش بیس ساختن و یه سری توضیحات در مورد خودم و چنلم قراره بدم. میدونم هر تولید کننده محتوای دیگه ای باشه میاد اینطوری ویدیوهایی که داخل بیسشن خفن ترین ستشو میپوشه و خفن ترین تفنگ دستش. آخه چرا واقعا؟ اول از همه مزرعه‌مونو برداشت کنیم، محصولاتشو. اینو بگم که اصلا خرجی برای ارتقاء زمین نکردم و زمینم همون زمینیه که خود همه دارنش، نه طلایی دادم براش نه چیزی. ولی میبینید راحت 8 مزرعه‌مو ساختمه. تازه یه سری قابلیت های خفن داره این بیسی که ساختمه، حالا با باگ های بازی یا غیره. حالا راهزنا اتک دادن، اینجا رو در نظر نگیرید. حتی جای یه مزرعه دیگه هم داره، ببینید چقدر جا خالی اومده. یه بیس جمع و جور و خوبه. اول از همه از انبار و اینا شروع کنیم. استبل رو گذاشتم این گوشه گوشه، جفتش انبار مرغداری و گاوداری. میتونید اینجا گاری تونم بذارید، ولی من ترجیح دادم، یا حتی حیوان خونگی تونو اینجا هم بذارید، ولی من ترجیح دادم یه طور دیگه بسازم. چرا؟ چون که بازی حالا یک باگی داره که باگ نمیشه گفت، هست یه قابلیت برای ما هست که راهزنا اینا رو نمیتونن خراب کنن و کلا از این طرف بیس من نمیتونن اتک بدن به من و خیالم از این ور راحته. مثلا میتونم با ارزش ترین وسایلم بذارم همینجا، چون از این ور همه چیزهایی هستن که نمیتونن خرابشون کنن. در 90% مواقع از این ور به من اتک میدن. خب حالا یا از اینجا میان که باسه اینم حالا یه فکری کردم، اومدم حیوان خونگی رو اینجا گذاشتمه و درش رو وصل کردم به خونه. یعنی اگر که بخوان بیان باید اول از همه از این رد بشن، اینو بشکنن، دینامیت هدر بدن، بعد دوباره بعد دینامیت برای اینجا هدر بدن تا دستشون به من برسه و من اینجا میوایسم با تفنگ راحت میزنمشون. اونایی که دستشون فودکوینا هست دستشون اصلا بهم نمیرسه و بدون دمیج خوردن میزنمشون. راهزنا رو دست کم نگیریم، تا حالا منو کشتنه و خیلی هم بعد آیتم ازم بردنه به خاطر حالا لگ گوشی و اینا. بعد این کنار اینم گاری رو گذاشتم، از اونجایی هم که گاری هم باز جز اون آیتمایی که خراب نمیشه. اینطوری نمیتونن بیان، میان اینجا از اینجا باید خراب کنن و درد سر دارن. بعد کلن یه همچین حالتی هستش و بایستید اینطوری باشه بهتره. کلن کارگاه هم چرا اینطوری بازی حالت مه آلوده. کارگاه هم همه به ترتیب این دور هستن. به نظر منم شما همچین کاری رو کنید، همه کارگاه هاتون رو به ترتیب دور بذارید، چون که کارگاه رو خراب کنه چیز خاصی بهشون نمیرسه. مهم اون انبار و اون چستاتون هستن که به نظر من داخل گاف صندوقتون چیزهای خیلی با ارزشتون رو بذارید، که خود من یکیشون وسایل ایونت ها رو میذارم که قرار نیست دوباره بیان به بازی، یا اگرم بیان خب به هر حال با ارزشن، چیزهایی هستن کلکسیونی داخل این میذارم. و
قوی ترین ست هم که تا الان کلانتر رد 3 هستش داخل اینه معجون سازیه. بعد اینجا تبدیلش کردن به اون معجونا خوبتر. اینجا پارچه سازی، جفتش لباس سازیه، نجاری، سنگکاری، چه میدونم طعمه حیوانات، غذا سازی، کلا چیزایی که به هم ربط دارن و جفتم گذاشتمه. و حالا اینا هم هستن دیگه. میبینید مثلا الان شاید بگید خب چطوری اینو باز میکنی جلوش که اینه، و یا اگه که مثلا دیوار هست چطور دستت میرسه. دیوار هم یه دونه باشه شما باز دستتون میرسه و برای باز کردن مثلا این یا این به جای اینکه از اینجا بازش کنم میام از اینجا بازش میکنم، و یا باز کردن این از اینجا بازش میکنم که هنوزم جا داره چسب بذارم مثلا اینجا. و یه خونه هستش که اگه که شما اینطوری بسازین، حالا میتونید ویدیو رو پاس کنید، قشنگ جا دارید برای زمین هاتون بدون اینکه بیاید هزینه کنید، چون هر بارم فکر کنم قیمتش 2 برابر میشه. و حتی خیلی هم جای اضافه هم دارم داخل زمینم. این گوشه مثلا میتونید یه سالن افتخارتوری بسازید، چه میدونم چیزایی که مثلا هالووین و کریسمس و ایناتون رو بذارید تو اونجا که یه افتخاری باشه. حالا بعد در مورد فکر کنم اینو نگفتم، حالا من هدف اصلی اینه که یه سری بزنم، یک آموزش خیلی خوب بدم. آموزشم هم اینه که بگیرم اون نسخه استیم که قراره بیاد و بدون هیچ هزینه‌ای یه اکانت خفنی رو بتونم اوکی کنم. حالا با استفاده از باگ های بازی، هر باگی که بلدم و قراره بهتون یاد بدم. و سر این اکانت هم کلا زیر نمیدونم واقعا احتمالا زیر 300-400 تومن کلا هزینهش کردم. اون موقع هم به خاطر این هزینه میکردم مثلا خیلی گوشیم لگی میشد و کلا خیلی از مواقع به خاطر لگ گوشی میمردم. چیزایی که خریده بودم، یه بار VIP خریده بودم اون موقع خیلی ارزون بود و کلا همون نسخه ازش بود و VIP که خریدم لول اکانتم مثل چی رفت بالا و الان من سطح 105 اندازه مثلا سطح 98-99 اینا آیتم دارم. خیلی سطحم بالاتر نسبت به آیتمام که حالا اوکیشون کردم. و یه بارم یه ست کلانتر رد 3 خریدم و دیگه چیزهایی که خریدم همون مال ایونت ها خود بازی بود که مثلا میومد اسکناس میداد و این چیزا. و حتما هم پیگیر اینا باشید چون بازی یه سری کدهای خوبی میده که میتونید استفاده کنید که میذارم براتون حالا بعدا داخل ویدیوی آینده اگر که قرار باشه این ویدیو بیاد. حالا شاید هم این بیسی که من آموزش دادم به نظر کسی به درد نخوره دیگه. به هر حال اگه خواستید بسازید یه نمای کلی هم بدم، آموزششو دادم دیگه. این از اینا رو هم نذارید مهم نیست، یا حتی اینا رو میتونید اینجا هم بذارید، ولی خب من برای اینکه راحت تر ارتقاشون بدم فعلا دارم توشون خالی میذارم. همین دیگه. راهزنا هم اگه همچین بیسی بسازید احتمال داره از هر 10 باری که حمله میکنن 2 بارشو از این ور حمله کنن، 6 بارشو از این ور حمله کنن، 1 بارشو از این ور، 1 بارش هم از این ور، یعنی بیشتر از این ور بهتون حمله میکنن که اینجا یه پنجره کم داره. ولی خب دیگه مهم نیست، از اون ور میام از اینجا میزنمشون. خب فعلا خدا حافظ، بای بای. این چیه؟ برای 5 تا بیام 95 تومن بدم؟ خیلی منصفانه است.